د 14مې ناحیې اړوند سیمو کې له کابل سیند څخه سطحي کثافات راټول شول. د پاس ویډیو هم تر اخره پورې در سره وګورئ. با منظور بهبود وضعیت محیط زیست و تامین نظافت شهری، اشر گسترده پاکاری در ناحیه 13 راه اندازی گردید. در نتیجه زباله‌های سطحی از بستر دریای کابل در مربوطات این ناحیه جمع‌آوری و به گونه منظم به بیرون انتقال داده شد. این اقدام در همکاری نزدیک میان مسئولان شهرواری کابل و شرکت‌های خدمات تنظیفی ناحیه 13 صورت گرفت. مولوی عبدالصمد عابد رئیس ناحیه 13 ضمن قدردانی از همکاری شرکت‌های خدمات تنظیفی اظهار داشت که این اقدام زمینه جبران عقب ماندگی‌های موجود در بخش تنظیف را فراهم ساخته است. و تاکید کرد انتظار می رود شهروندان زباله های تولیدیشان را در محل های مشخص شده قرار دهند تا توسط پرسنل شهرواری کابل به موقع انتقال یابند و همچنان از ریختن زباله در بستر دریای کابل جدا خودداری نمایند. موږ خواهش کوو د ټول کابل د ملت سره او بیا خاص کر د 14مې ناحیې د خلکو سره چې تاسو په د کانالو کې یا په دریاو کې د اشغال مه غورځوئ. دا موږ ته هم مشکل دی، تاسو ته هم مشکل دی او ساحه هم ډېره بېنظمه ښکاره کېږي. نو ستاسو همکارۍ ته ډېر ضرورت دی. که چیرې موږ سره په ساحه کې خلک همکاري ونه کړي نو د کابل ښاروالي یوازې رسیدګي نشي کولی د خلکو هر مشکل ته. با همکاری شرکت‌های تنظیفی ناحیه 13 هم دریای کابل امروز تمام جنگلی ها و پلاستیک‌هاش که بوده جمع‌آوری میشه و انشالله که به گزک انتقال میفته. از مردم ناحیه 13 تقاضای ما این است که من بعد امی اشغال خودشون در دریا نندازن، برای شرکت‌های تنظیفی بدن یا دمی دولایی که مربوط دولت میشه دمی پرتن تا کمی به جای خودش به جهسن انتقال پیدا کنه. در این اشر مقدار زیاد زباله‌های سبک و پراگنده از بستر دریای کابل در مسیر پل کمپنی تا سرک حمام نقاش و قلعه ناظر جمع‌آوری گردید. از پل کمپنی الی سرک نو دیوانبگی امروز تیم تنظیف است، شرکت‌های خصوصی است. در مجموع تقریبا 2,500 نفر در ساحه کار میکنیم. مردم محل بسیار مشکلات داشتند، تفن و بوی و از نگاه کثافات یا دیگه. این دریا که پاکاری شود انشالله مردم نجات می‌یابند. ما تقریبا 4 سال میشه در اینجا بودباش داریم. اینجا مردم حتی چای سپتیکشان از هم کرده بودن در دریای کابل و کثافات خود همچنان میریختن. بسیار بوی بد میامد، پشه‌ها بود. فعلا چند روز میشه که شهرواری کابل در اینجا پروسیجر کاری را شروع کرده که پاکاری دریای کابل است. بسیار موضوع خوش هستیم و تحسین میکنیم کارشان.